سلام، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یه چیز فوق‌العاده ساده ولی خیلی مهم یاد بگیریم. چطور با فعل to be جمله منفی بسازیم. یعنی یاد میگیریم بگیم یه چیزی چی نیست. آماده اید؟ بزن بریم. خب برای شروع یه نگاهی به این دوتا جمله بندازین. جمله مثبت رو ببینید. I am a student. یعنی من دانش آموزم. حالا جمله منفی I am not a teacher. یعنی من معلم نیستم. دیدین تفاوت فقط یک کلمه کوچولوئه. not. کل درس امروز ما در مورد همین کلمه جادوییه. خب قبل از اینکه بپریم توی جمله‌های منفی، بیایید یه مرور خیلی سریع بکنیم روی چیزایی که از قبل بلدیم. یعنی جمله‌های مثبت. اینطوری پایمون حسابی محکم میشه. اینا که براتون آشناست مگه نه؟ I am, you are, she is, we are, they are. اینا پایه ثابت جمله‌های مثبت ما هستن. یادتون باشه که شکل فعل to be برای هر فاعلی ثابته و خبر خوب اینه که تو جمله‌های منفی هم همینطوره. خیلی خوب. حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. قانون فوق‌العاده ساده not. گفتم که فقط با یک کلمه میتونیم کل جمله رو منفی کنیم. ببینیم چطوری. و اینم از فرمول جادویی ما. ببینید چقدر راحته. اول فاعل، بعدش فعل to be مناسب و تدام کلمه not رو میذاریم بعدش. همین تموم شد و رفت. این فرمول برای همه چی جواب میده. ببینید چقدر ساده است. He is tired. یعنی اون خسته است. حالا فقط not رو اضافه میکنیم. He is not tired. یعنی اون خسته نیست. دیدین؟ هیچی تکون نخورد. نه فاعل، نه فعل. فقط not اومد وسط. خب، بیایم چند تا مثال دیگر رو با هم چک کنیم تا این الگو کامل توی ذهنمون بشینه. خوب به ساختار دقت کنین. I am not tired. من خسته نیستم. You are not late. تو دیر نکردی. She is not a doctor. اون دکتر نیست. We are not busy. ما مشغول نیستیم. They are not at school. اونا مدرسه نیستن. میبینین چقدر الگوش تکراری و ساده است؟ خب قانون اصلی رو که یاد گرفتیم. حالا وقتشه که یه لول بریم بالاتر و یاد بگیریم چطوری مثل خود انگلیسی زبانها طبیعی و روون حرف بزنیم. راز کار توی چیه؟ توی کوتاه‌سازی کلمات یا همون contractions. اولین راه برای کوتاه‌سازی اینه که فعل is یا are رو به not بچسبونیم. این روش فوق‌العاده رایجه و باعث میشه صداتون خیلی نیتیو طور به نظر بیاد. پس is not میشه isn't و are not میشه aren't. مثلا به جای اینکه بگیم he is not at school میگیم he isn't at school یا they aren't hungry. حس میکنین چقدر روونتر و سریعتره؟ خب اینجا رو خیلی دقت کنین. این یه نکته خیلی مهمه که کلی آدم اشتباهش میکنن. I'm not رو نمیتونیم بکنیم امت. اصلا همچین چیزی نداریم. اشتباهه. تنها راه درستش اینه که بگیم I'm not. اینو یادتون نره ها. بریم سراغ راه دوم کوتاه‌سازی. این یکی هم خیلی باحاله. این بار به جای اینکه فعل رو به not بچسبونیم، فاعل رو به فعل میچسبونیم. مثلا you are not میشه you're not یا he is not میشه he's not. به همین راحتی. این روش هم دقیقاً مثل روش قبلی کاملاً درسته و خیلی هم استفاده میشه. و نکته کلیدی اینه که اصلاً خودتون رو درگیر نکنین که کدوم روش بهتره. هر دوتاشون 100% درستن. You aren't late و you're not late هیچ فرقی با هم ندارن. هر دو یعنی تو دیر نکردی. پس با خیال راحت از هر کدوم که دوست دارین استفاده کنین. کارتون عالی بود. حالا که همه قوانین و راه‌های میانبر رو بلدیم، وقت چیه؟ وقت تمرینه. و البته تمرین تلفظ درست که خیلی مهمه. خب خوب گوش بدین به تلفظ من و سعی کنین شبیهش تکرار کنین. is not میشه isn't. دقت کنین صدای s اینجا مثل ز هست. isn't. بعدی are not میشه aren't. بعدی you are not میشه you're not. و آخری که خیلی مهمه I am not میشه I'm not. آفرین. اینا رو هی با خودتون تکرار کنین تا کامل جا بیفته. خب حالا دیگه نوبت شماست. من یه سوال میپرسم، یکم صبر میکنم و شما با صدای بلند جواب بدین. آماده این؟ بزن بریم. سوال اول. Are you a student؟
چطور یه جواب منفی و کامل میدین؟ جواب درست اینه No, I'm not. I'm a teacher. عالی بود. دیدین از I'm not استفاده کردیم؟ بریم سال بعدی. Is she from England؟ شما چی میگین؟ و جواب صحیح No, she isn't. She's from Spain. آفرین، این دفعه از isn't استفاده کردیم. کارتون درسته. کارتون فوق‌العاده بود. خب دیگه کم کم به آخر درس رسیدیم. بیاین یه جنبندی سریع بکنیم از مهمترین چیزایی که امروز یاد گرفتیم. خب این 4 تا نکته رو یادتون نره. 1. برای منفی کردن to be فقط یه not بعدش بذارین. 2. شکل فعل یعنی am, is, are دست نمیخوره. 3. برای اینکه حرف زدنتون طبیعی باشه از شکل‌های کوتاه شده مثل isn't و they're not استفاده کنین. و 4 که خیلی مهمه. am not فقط و فقط میشه I'm not. و حالا نوبت شماست که وارد عمل بشین. بهترین راه یادگیری تمرینه. پس همین الان یه جمله واقعی در مورد خودتون با I'm not بسازین. مثلا I'm not tired. با صدای بلند برای خودتون بگین. ممنونم که با من همراه بودین. موفق باشین.